دوستان بیاید یک تأمل به حال انسان بینماز و به حال شیطان کنیم. الله تعالی میگه که و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. یعنی اینجا وقتی که ابلیس به سجده به آدم امر شد، ابلیس سرکشی کرد. لیکن انسانی که بینماز است از سجده به الله تعالی امر می شود و سرکشی میکند. یعنی ببینید ابلیس به مخلوق خدا سجده نکرد و از رحمت خدا رانده شد. اما اینجا انسانی که بینماز است به خدای آدم، به خدای این مخلوقی که الله تعالی آفرید سجده ندارد و سرکشی دارد. پاک و پروردگار چقدر مهربان است ای خدا، چقدر بردبار است خدای ما که تحمل دارد همه این رو و با همه این نگاه نکرده هر سحر و هر بیگاه در آسمان ندا کرده باشد که هی انسان‌های گناهکار، انسان‌های خطاکار در این توبه کشاده است، توبه کنید، به خدا رجوع کنید، به خدا بازگردید. هر قدر که گناهتون بزرگ باشد، هر قدر که گناهتون بسیار باشد، گرچه که مثل کوه هم باشد در بزرگی، در این توبه الله تعالی چنان بزرگ است که همه اینها رو نابود میکند و بخشیده میشود. پس فرصت است که به خدا روی آوریم، خصوصا در این روزها که الله تعالی میگه که ولله عتقاء من النار، یعنی الله تعالی در این شب و روزهای رمضان آزاد شدگان از آتش دوزخ را دارد. و ذلك کل لیله، هر شب شاید ده ها صدها میلیون انسان ها را در این شب‌های بزرگ الله تعالی از دوزخ آزاد میکند و دعا میکنیم که الله تعالی ما را نیز از جمله آزاد شدگان از آتش دوزخ قرار دهد.